درود و نور به همه شما عزیزان الهام. به یه موضوع پرتکراره که خیلی از من درخواست میشه، اون هم اینه که کارمای شخص مورد نظر ما چه خواهد بود؟ چه کارمایی در انتظارشه؟ خب این ریدینگ خیلی مفصله، حتما تا آخر گوش کنید. حتما خیلی برای شما آگاهی بخش خواهد بود. پس تکرار میکنم، حتما تا آخر گوش کنید. در مورد با کارما موضوع مهمی رو میخوام بهتون بگم و حتی از تجربه خودم هم برای شما خواهم گفت نسبت به این داستان. هم از تاروت آگاهی میگیریم، هم از یک منظر دیگری به این داستان نگاه میکنیم تا یک بار برای همیشه شما نسبت به این موضوع یک آگاهی به دست بیارید و بدونید که چه نوع رفتار و عمل کردی براش درسته. یکی از این سنگ ها رو انتخاب بکنید. یکی سنگ آبیه، یکی هم سنگ تقریبا آجوری رنگ یا نارنجیه. به نیت خودتون یکی از این سنگ ها رو انتخاب کنید. برای سنگ آبی، اونهایی که سنگ آبی رو انتخاب کردید، چه پیام هایی هست؟ کارمای اون شخصی که حالا ببینید کارماش چیه، یا اصلا چه آگاهی در رابطه با کارما اون کسی که یا اون موضوعی که مد نظر شما هست به شما میده. اگه منتظر ببینید کسی برای شما کاری کرده ببینید کارماش چی میشه، میتونید اون رو در نظر بگیرید، یا به صورت کلی آگاهی رو نسبت به کارمای فردی که ظلم کرده در نظر بگیرید. از دک ابورجینال اوراکل استرالیایی هم پیام میگیرم. موضوع مهمی که من برای شما دریافت میکنم اول داستان شبیه به این هستش که موقعیت شما رو در حال حاضر داره میگه که موقعیت شما مثل آدمیه که الان داره تلاشش رو میکنه، الان تو مسیر موفقیت و پیشرفته و اهداف بلند مدتی داره و اینکه از حاصل تلاش هاش رو که میبینه هر چقدر هم که کم داره لذت میبره و امیدواره که این سوددهی، این بازدهی و این نتیجه هر روز پررنگ تر بشه. چرا از اینجا شروع کردم؟ به خاطر اینکه من احساس میکنم شما به خاطر این موضوعی که الان نیت کردید براش، مسئله کارمایی یا برای شخص خاصیه که حالا اینجا بهش میپردازم که انگار شما رو هی از این داستان دور میکنه، یعنی هی دوباره شما برمیگردید سر خونه اول، دوباره بیانگیزه میشید، دوباره برنامه‌ریزی های بیجا و بیمورد انجام میدید یا انتظارهای بیجا و بیمورد میکشید که باعث میشه زودتر مسیری که الان توش هستید باعث میشه که در واقع دیرتر به اون نتیجه‌ای که میخواید برسید. یعنی هی فکر کردن به اون داستان، هی برنامه ریزی کردن برای اون داستان، هی مرورش کردن تو ذهنتون باعث میشه از اهداف اصلیتون و از مسیر فعلی که الان دارید دور بشید و اون بازدهی و نتیجه توی تایم دیرتری
به ثمر بشینه. یا این رو برای اون بخشی دارم میگم که شما نسبت به فرد خاصی نیت کردید، یا این موضوع کارما در واقع موضوع کارمایی خود شما هست، یعنی مسئله خود شما هست، یعنی اصلا پای شخص دیگری در میون نیست و به کارمای خود شما داره اشاره میکنه که کارمای خود شما میتونه اینطوری باشه که شما در واقع شخصی رو چشم انتظار گذاشتید، شما شخصی رو در بلا تکلیفی قرار دادید، شما با مشخص نکردن پلن و برنامه قطعی نسبت به اون شخص خاصی که در زندگیتون هست در واقع و با این حالت برزخی که برای اون شخص ایجاد کردید، یه جورایی میشه گفتش که میشه کارماش اینجوری که شما توی هدف الانتون که دارید سعی و تلاش میکنید احتمالاً به خاطر انرژی های بازدارنده یا انرژی های ترمزگونه‌ای که از این موضوع اتفاق افتاده، اون بازدهی شما کمتر بشه یا اون نتیجه دلخواهتون دیرتر اتفاق بیفته. پس این رو لطفاً خودتون تشخیص بدید که الان توی داستان زندگی شما آیا نسبت به فرد خاصی نیت کردید، یا اینکه اگر کسی رو چشم انتظار گذاشتید یا کسی رو در یک عالم برزخی که بدترین شرایط میتونه برای یک آدم باشه که اصلا تکلیفش مشخص نباشه، که مثلا دارم بهتون میگم شما کسی هستش که منتظر بخشش شماست ولی شما نه بخشیدینش نه نبخشیدینش و رفتارتون یه جوریه که اون در بلا تکلیفی کامل داره به سر میبره و این بدترین تنبیه برای یک نفر میتونه باشه. یا یک نفر منتظر یک پاسخ قطعی از سمت شما هست، چه برای موضوع اساسی چه هر چیز دیگری، ولی شما هیچ پاسخی بهش ندادید یا اصطلاحاً اون رو در شرایط برزخی قرار داد، یا حتی دارید به عمد این کار میکنید چون شاید معتقد باشید که این بدترین تنبیه برای توه، پس اینجوری باشی بهتره، یا دارین آگاهانه این کار انجام میدید که این میتونه برای شما خودش کارما ایجاد کرده باشه و کارماش هم این باشه که کمی اون اهدافتون رو رسیدن به نتایج قطعی و اون نتایجی که شما رو راضی میکنه توی کارهاتون توی برنامه هاتون دیرتر اتفاق بیفته یا اصلا اتفاق نیفته. پس خیلی اینجاش رو حواس بدید و خیلی گوش کنید نسبت به این موضوع مهم. من شما رو فردی با قلبی گشوده، من شما رو فردی احساساتی میبینم. خیلی اهل 2 تا 4 تا نیستید، خیلی اهل تصمیمات برنده نیستید، خیلی اهل چالش و دعوا و درگیری و یا برخورد شدید با کسی داشتن نیستید و اصولا هم نسبت به همه چیز خوشبین هستید. یه جورایی مثل کسیه که سرش تو لاک خودشه یا روی حد اهداف خودش متمرکز میشه. من شما رو توی یه جمله آروم میبینم، ولی خب اگر گفتم شخص خاصی ذهن شما رو درگیر کرده، فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن براش، یا اینکه بی تفاوت بودنتون نسبت بهش، یا حتی روشن نکردن تکلیف داستانی، این حتی میتونه اصلا برای خودتون هم باشه. این 2 تا کارت اصلا میتونید خودتون باشید که شما باید نسبت به شخصی در واقع به یک نتیجه قطعی برسید، نسبت به شخصی باید به یک پذیرشی برسید که همینطوری اون شخص رو نجات بدید هم خودتون رو نجات بدید. چون شما مثل اینه که مثلا تو طول روز داری کار خودت رو انجام میدی، مثلا سرگرم کار تلاش برای زندگی خودت هستی، برای اهداف خودت هستی، یهو تو طول روز مثلا به محض اینکه سرت خلوت میشه، به محض اینکه یکم از کارات کمتر میشه، اولین چیزی که میاد انرژی تو میگیره همین موضوع هستش، یعنی اون مسئله‌ای که
شخص خاصی شاید برات ایجاد کرده و تو باید نسبت بهش کاری رو انجام بدی، یه تکلیفی رو روشن بکنی. حالا نه صرفا این کارهایی که میگم فیزیکی باشه، شاید واقعا به لحاظ معنوی برای خودت یک بار برای همیشه برای خودت تکلیف این داستان رو روشن بکنی. ببینید اینجا دقیقا من شما رو میبینم که توی موقعیت مراقبه قرار داشتن و اینکه اینجا هم کینگ آف کاپس، حاکم جام اومده برای شما. ببینید چقدر آب توی کارت های شما هست. پایین این کارت هنگمن آب، این روبرو یک دریا، اینجا دریا، خود جام آب. پس اینها همه نشون دهنده احساسات شما در قسمت‌های مختلف زندگیتون، تو بخش‌های مختلف زندگیتون یا تو شرایط‌های مختلف احساساتتون طبیعتاً وجود دارن، نمیتونید نادیدشون بگیرید. و شاید خود تاروت پیامش اینطوری هستش که بهترین تصمیم و بهترین روشی که الان میتونی برای رسیدن به آرامش، برای رسیدن به یک وضعیت دلخواه انجام بدی اینه که اون چیزها یا اون کسهایی که تو رو ناامید کردن و تو انرژی زیادی از تو گرفتن به هر دلیل رو دیگه به جای اینکه جلوی چشات بذاری و هی مرورش بکنی، اونها رو بذاری پشت خودت و مراقبه بکنی و وصل به یک انرژی بالاتر و بهتر. اینطوری هستش که شاید که نه، توی یه همچین حالتی هستش که به تو به اندازه، ببین اینجا به اندازه یه فنجون داره داده میشه ولی اینجا یه اقیانوسه، میبینی فرقش رو. و میگه دقیقا همچین زمانی هست، همچین موقعیتی هستش که به اون اندازه‌ای بهت داده میشه که بیشتر از حد انتظارت باشه. احتمالا موضوع شما میتونه 70% مسئله احساسی باشه، به یک بخشش باید برسید، یا میتونه نسبت به یک پدر باشه، پدر بزرگ باشه، نسبت به یک پارتنر قبلی یا گذشته باشه. و حتی من برای شما یک مربی یا یک کوچ، یک فردی رو میبینم که خیلی میتونه به شما کمک کننده باشه، نصایحش، حرفاش، حمایتش، و بتونه به شما از این بحرانی که درش هستید کمک بکنه تا راحت‌تر عبور بکنید. یا یک فرد خاصی شاید مد نظر شما هست که شما به هر دلیلی نمیتونید بهش اعتماد بکنید، یک شخصی که از همه لحاظ برای شما عالیه و خودتون همین رو میدونید، ولی خب شاید خیلی به خاطر تجربه های قبلیتون نتونید بهش اعتماد بکنید. این میتونه اینجا علامت تایید برای این فرد هم باشه که بگه میتونید بهش اعتماد بکنید. حتی من اینجا هم این کارت برای شما کارت آسیب پذیری اومده، یعنی همینقدر از احساساتی بودنتون و حتی این آسیب پذیر بودنتون داره صحبت میکنه و اینکه چقدر راحت روح شما میتونه لطمه ببینه و چقدر راحت اتفاقهای پیرامون شما میتونه روی شما تاثیر مستقیم داشته باشه، گرچه خیلی از این داستان خوشحال نیستید، یعنی این حد از حساس بودن و آسیب پذیریتون رو خیلی دوست ندارید، ولی خب سعی میکنید حتی خیلی مواقع نادیده بگیرید، به جای اینکه ببینیدش بپردازید سعی میکنید پنهانش بکنید، نادیدش بگیرید و چون اصلا خوشتون نمیاد که این بخش وجودیتون رو خیلی مورد توجه قرار بدید، چون همش سعی میکنید بگید که من خودم بهتر میدونم چیکار کنم، من قویم، یا اینکه نه کسی نمیتونه به من آسیب بزنه، نه من سعی میکنم اصلا تحت تاثیر قرار نگیرم، در حالی که چه ایرادی داره؟ به نظر من کلی پتانسیل تو همین قسمت شما میتونه وجود داشته باشه، همین بخش از عواطف و احساسات بسیار اسرارگونه شما که خود همین میتونه باعث بشه که خیلی چیزها آزاد بشه. و حتی از یک قضاوت هم اینجا به من داده شد که من احساس میکنم یک جور قضاوت کردنی هم شما رو داره آزار میده. حالا این قضاوت کردن یا قضاوت خودتونه، دارید شخصی داستانی رو قضاوت میکنید
که خیلی هم مایل به انجام این کار نیستید ولی انگار نمیتونید هم کنترلش بکنید، یا یک قضاوتی نسبت به شما داره اتفاق میفته که مثلا همین میتونه اینجوری باشه که مثلا بگه آقا من دوست ندارم به من بگن احساساتی، من دوست ندارم به من بگن نمیدونم تو خیلی حساسی، تو خیلی زود آسیب بهت رسونده میشه اینا. اینجور قضاوت کردن دیگران در مورد خودم رو اصلا دوست ندارم. و در حالی که هیچ ایرادی نداره، یعنی شما از یک منظر دیگه دارید بهش نگاه میکنید. این رو میتونید از این منظر نگاه کنید که روح شما یک روح خیلی قدرتمند، مهربون، رؤوف و وسیعیه. روح شما خیلی اسرارهای زیادی در درونش داره و روح شما با همین بخش از وجودتون میخواد خیلی چیزها رو بهتون بگه. خب بریم سراغ سنگ بعدی. فقط این رو باز تاکید میکنم تا آخر ویدیو ببینید، چون یک موضوع مهمی در مورد کارما میخوام بهتون بگم، چه کارمای خودتون باشه، چه اگر منتظر هستید کسی کارمایی رو پس بده. در مورد این داستان میخوام صحبت بکنم که خیلی میتونه براتون کمک کننده باشه. خب برای شما که این سنگ رو انتخاب کردید، سنگ نارنجی رنگ، اگر شخص خاصی مد نظرتون هست و میخواید ببینید که کارماش چی میتونه باشه، کارماش چیه، در نظر بیاریدش و بخواید پیام های آگاهی بخش و کمک کننده بهتون بده، یا کلا میتونه پیام ها در مورد با موضوع کارما برای شخص شما باشه. هر اطلاعاتی که به شما کمک کننده باشه. Nine of Cups. اینجا هم The Lovers ته کارتتون. کارتا کلا یه پیام برای شما دارن. اولین چیزی که در رابطه با شما احساس کردم، برای اکثر شما در واقع میتونه این شکلی باشه که شما به خاطر یک تصمیم اشتباه، یا حالا تصمیم اشتباه هم نه، به خاطر یک تصمیمی که مدت‌ها پیش یا شاید سال‌ها پیش گرفتید نسبت به زندگی احساسیتون یا فرد احساسیتون یا خانواده‌تون، شرایطی سختی رو پشت سر گذاشتید و یک جورایی با چالش‌های زیادی روبرو شدید، یا حتی به اصطلاح خودتون حالا جای کارمای خودتون رو پس دادید، یا کارمای خودتون که نمیشه ولی خب بازتابی از اون انرژی که بالاخره نسبت ما به هر چیزی انجام میدیم مدل همون انرژی رو برمیگردونیم. بازتابی از اون انرژی بر شما اتفاق افتاد. حالا چه پشیمون شده باشید بعد از تصمیمی که گرفتید، چه پشیمون نشده باشید، چه عذاب وجدان داشته باشید، چه نداشته باشید، میخوام این رو بهتون بگم که انگار چیزی رو پشت سر گذاشتید. حالا شاید بالاخره تصمیمی که گرفتید انقدر تصمیم چالشی بود که باید، یعنی براش پیش بینی میشد که یه همچین اوضاع یا شرایط سخت و پرچالشی رو نسبت بهش پشت سر بذارید، یا تصمیمتون اونقدر ریسکی بود که این احتمال رو خودتون نسبت به این داستان میتونستید بدید.
ولی خب بدونید عبور کردن از اون شرایط و التیام پیدا کردن و آروم شدن الان موضوعی هستش که وجود داره. و یا حتی اگر همین الان گوشه ذهنتون یا مهمترین دغدغه‌تون گرفتن یک تصمیم مهم که خیلی هم میخواید، میدونید تصمیم سرنوشت سازی نسبت به خانوادهتون میخواید بگیرید، نسبت به خانواده احساسیتون یا فرد خاصی یا شرایط زندگی مستقل مثل ازدواج، این تصمیم مهم این چنینی باشه، شاید این چیزی که الان من بهتون گفتم این چشم انداز آینده شما نسبت به این داستان بوده باشه که مثلا بدونید که اوکی پس اینها چیزهایی که قراره بر من اتفاق بیفته که نه انرژی هاش میتونه احتمالا وجود داشته باشه، ولی خب گفتم دور از انتظار هم نیست این چیزی که وجود داره. یعنی خودتون هم پیش بینی میکنید که اگر این کار انجام بدید خب میتونه برای شما چالش برانگیز باشه، میتونه برای شما سخت باشه، میتونه بالاخره عواقبی برای شما داشته باشه یا حتی میتونه منجر به تنها شدن شما، دور شدن شما از عزیزانتون بشه. مسئله این چنینیه. و یک بخش دیگری که اینا همه چیزهایی که داده در لحظه بهم داده میشه، حالا ربطش رو به هم نمیدونم واقعا، شاید یه موقعی من یه سری حرفا میزنم فقط ربطش رو خودتون میتونید متوجه بشید. یعنی من شاید سر و ته یه سری جمله ها رو اصلا نتونم به هم وصل بکنم چون دقیقاً همین جوری بهم داده میشه. و یک موضوع دیگه هم که وجود داره و مسئله دیگه هم که هستش، من اینطوری میبینم که از یک موضوع عاطفی و احساساتی داره صحبت میکنه. یعنی انگار مثلا شما شخصی در حق شما ظلمی کرده، شخص عاطفی، یا یه خلف وعده‌ای کرده یا خیانت کرده یا شما رو تنها گذاشته یا دیگه الان به هر دلیلی کاری کرده و اینها که شما شرایط سختی رو مجبور به تحمل کردن شدی یا شرایط سختی رو به واسطه اون فرد یا اون خانواده که شرایطی که برات ایجاد کرده بودن باعث شد که شرایط خیلی سختی رو پشت سر بذاری. الان مثلا انگار گوشه ذهنت اینجوری بوده که ببینم واقعا کسی که با من این کار کرد یا افرادی که انقدر نزدیک به من بودن و افراد احساسی زندگی من بودن این کار برای من کردن، واقعا چطور میخوان کارماشون رو پس بدن. شاید اصلا یه گوشه نیت تو این شکلی بوده. یه شاید توصیه است، شاید راهنمایی، بذارید خوب فکرامو جمع بکنم بتونم جمله بندی درستی داشته باشم. این جمله چه کارمایی یا چه شاید اینجا این چیزی که به من داده شد مثلا یکم یه حالت طنزآمیز داشته باشه. مثلا به شما دارن میگن اگر منتظر کارمای شخص خاصی هستی که مثلا یه دوره زندگی شما رو سخت کرد، یا میگن چه کارمایی بهتر از این که باعث شد تو شرایطی قرار بگیری که حالا به واسطه اون افراد یا به واسطه اون مسئله که به وجود اومد که تو به خود برترت، که تو به توانمندی هات آگاه بشی. اینجوری نه تنها نمیشه گفتش که اون مثلا الان باید منتظر باشی یه کارمای سختی رو پس بده، بلکه باید سپاسگزار اون فرد یا اون افراد هم باشی که باعث شدن که تو از سختی های بیشتری که برات دیده میشد یا تو از اتفاقهای دردناکتری که میتونست با ادامه دادن اون وضعیت برات به وجود بیاد جلوش گرفته شد و حتی به واسطه اون افراد، یعنی به اینکه اونها رو وسیله ما قرار دادیم یا وسیله شدن برای اینکه تو بتونی و بفهمی که چقدر میتونی به تنهایی رشد کنی یا چقدر پتانسیل این رو داری که زندگیت رو ارتقا بدی یا حتی اونها کاری کردن که تو از ترس هات دیگه نترسی و بری تو دل ترسات، یا در واقع معنایی متفاوت به تو از زندگی دادن و باعث درک تو از خیلی چیزها شدن که اگر همونها نبودن یا اون کارشون نبود این اتفاق نمیافتاد. این رو به حالت طنز آمیز به من اومد که حالا شاید واقعا هم همینقدر تاثیرگذار باشه که نه تنها نباید منتظر این باشه که اونها کارماشون رو پس بدن، بلکه باید قدردان هم باشه. انگار میخواد بگه آدم‌ها
وسیله هستند برای اینکه به ما توی خیلی از موقعیت‌های زندگیمون بفهمونن و ما رو متوجه این بکنن که ما کیم واقعا و چه قدرت‌هایی داریم و چقدر میتونیم و چقدر خیلی موقع خودمون دست کم گرفتیم و اونها یه همچین شرایطی رو برای ما مهیا میکنن که ما کنترل زندگیمون و اون قدرت‌هایی که داریم رو به همه اونها متصل بشیم. شاید یه چیزی که شما رو خیلی ناراحت میکنه الان حالا اینطوری باشه که اون شور و شوق و انگیزه که مربوط به روابط احساسی، اینجا منظورم از اون شور و شوق منظورم روابط عاطفی و رمانتیکه که انسان‌ها به هر جایی که برسن انگار نیاز دارن که شخصی دوستشون داشته باشه، شخصی رو دوست داشته باشن، کسی کنارشون باشه. ولی شما دچار یک وسواس کنترلگری یا شاید یک بدبینی نسبت به این داستان شده باشید که مثلا این بخشش برای شما دردناکه، این بخشش رو انگار به عنوان یک صدمه‌ای که بهتون خورده دارید ازش رنج میبرید و میگید که خب من الان اصلا انگار یادم رفته که دوباره لذت ببرم، زندگی بکنم، اون شور و شوق، اون انگیزه درونی یا اون حالت از چجوری بگم شیطنت های درونی، شیطنت هایی که یا ماجراجویی هایی که خیلی در شما وجود داشته ولی انگار مثلا الان دیگه در شما نیست، یا شما همه چیز رو انقدر به واسطه اتفاق یا اتفاقایی که افتاد همه چیز رو کنترل کردید یا همه چیز رو جلو بردید، انگار نسبت به این داستان هم شمایید که فقط دارید تصمیم میگیرید، کنترل کننده هستید. یا الان اگه رابطه عاطفی هم داشته باشید، شاید کلا تو رابطه عاطفی اینجوری که همه چیز رو شما مشخص میکنید، یا ترس دارید، ترس از دست دادن دارید، ترس اینکه وقت یعنی مثلا شاید اینجوری که میگید دیگه میترسم وقتم و زمانم رو بذارم و مثلا نتیجه نبینم، ترس از وقت تلف شدن، ترس از دست دادن. اینها کدهایی که در لحظه داره بر من میاد دیگه. حالا شما باز هم میگم خودتون داستان رو یکم برای خودتون شخصی تر بکنید. و شاید قبلا خیلی فرد هیجان انگیز و پرشور بودی و اصلا نسبت شاید مثلا به این لقب خیلی معروف بودی، سطح انرژیت خیلی بالا بود. البته الان هم سطح انرژی شما رو بالا میبینم، اینجوری نیستش که سطح انرژیتون چون اگه اصلا سطح انرژیتون بالا نبود که نمیتونستید از این چالش ها انقدر قشنگ و زیبا عبور بکنید و انقدر مسلط بشید به زندگی خودتون. ولی خب این دوباره یه جورایی پیامی که من میگیرم اینطوریه که انگار شما به فردی نیاز دارید که اون کمی مراقب شما باشه دیگه. شما کمی مراقبت ها رو کنار بذارید و اجازه بدید شخصی اگر هست اون کارش رو درست انجام بده، یا دیگه در کارها و امور اون دخالت نکنید، یا واقعا اجازه ورود شخصی رو بدید که بذارید اون هم بخشی از داستان رو به عهده بگیره و اون وسواس، کنترلگری و ترساتون رو نسبت به این داستان بذارید کنار. خب موضوع مهمی که در مورد کارما میخواستم بگم اینه که این هیچ جایی ثبت نشده و چیزیه که من الهام به شخصه به این نتیجه رسیدم و نتیجه از تجربه شخصی خودم میخوام براتون صحبت بکنم نسبت به مسئله کارما. چون میبینم خیلی هاتون دارید انرژی هاتون رو فقط برای اینکه ببینم کارمای کسی که به من ظلم کرد چی میشه، یا حتی خیلی هاتون همش من میگید الهام چرا کسی که به من ظلم کرده سالم سرمور گنده داره راه میره، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته و این انگار هی داره اذیتتون میکنه. اولا یه چیزی بهتون بگم، از کجا معلوم که اون فرد مثلا مشکل برای شما ایجاد کرده باشه؟ از کجا معلوم که خود شما اصلا
مشکلی برای اون ایجاد نکرده باشین. یعنی میخوام بهتون بگم که زاویه دیدتون رو برعکس بکنید. شاید شما خیلی دارید قلوب‌آمیز به این داستان نگاه میکنید و اصلا اینجوری ها هم نباشه که اون به شما صدمه زده باشه. شاید کمی با جزئیات نگاه بکنید ببینید که نه واقعا اونقدر که شما صدمه زدید اون نزده، یا حتی اگر شما صدمه فیزیکی یا احساسی هم نزده باشید یا کاری نکرده باشید، میتونه کارمای بی تدبیری خودتون باشه. یعنی اون اتفاق و اون موضوع و اون بلایی که سرتون اومد به خاطر بی تدبیری خودتون میتونسته باشه. یعنی میتونسته برای این باشه که اون کار درستی رو میتونستید انجام بدید ولی انجام ندادید، پس دیگه نمیتونید کسی رو سرزنش بکنید. یعنی مسئولیتش رو یاد بگیرید که 0 تا 100 به عهده بگیرید. چرا همیشه از این منظر ما به همه چی نگاه میکنیم که الهی اون فرد که این کار برای من کرده به خاک سیاه بشینه، نمیدونم خدا بچه‌شو ازش بگیره، خدا همین بلا رو سرش بیاره. و جدا از دیگه گفتن همین جملات چقدر میتونن سم باشن، ولی خب چرا از منظر دیگری به این داستان نگاه نمی‌کنید که اگر شما میتونستید کمی از تجربه های قبلیتون استفاده بکنید، یا اگر شما میتونستید کمی بیشتر تدبیر بکنید، بیاندیشید و میتونستید حتی تو مسائلی از کسی مشورت بگیرید، نکردید و خب دیگه نمیتونید اینجا بگید که خب کارماش بوده و مطمئنم اون اتفاقی که مثلا برای من رقم زد برای خودش هم رقم میخوره. نه، اصلا همچین داستانی نخواهد بود. اگر منتظر نشستی واقعا برای همچین مسائلی که ببینی چجوری زمین میخوره و چه اتفاقی میفته، نه عزیز من، اصلا همچین چیزی نیست. مثل یکی از مراجعه کننده های من که یک خانومی بود رفته بود صیغه یک مرد زندار شده بود و میگفتش که این به من گفته میخواد با من ازدواج بکنه و از این حرفا و اینا. گفته از من بچه دار نمیشم. بعد منم خب صیغه شدم و خود این خانم هم یک بار جدا شده بود، یک بچه هم داشت. از این آقا توی زمان صیغه بودنش باردار میشه و هی دوباره پیام دادش که خب من الان باردارم، چیکار کنم، بچه رو نگه دارم یا نگه ندارم؟ با شما من و هر چی ما میگفتیم مثلا گوش نمیداد. یعنی دنبال اون چیزایی بودش که خودش بشنوه و مثلا دلش گرم بشه. بچه به دنیا اومد، بچه بزرگ شد، این آقا هم خیلی راحت ولش کرد و تموم شد و رفت. یعنی اینجا نمیتونه بیاد بگه که الهی نمیدونم خدا الش بکنه بلش بکنه. چرا؟ واقعا چیزی که خیلی محرز بود، مشخص بود، از مشورت گرفتن بود و تو گوش نمی کردی یا هر چیز دیگه و از تجربه های زندگی شخصی قبلیت استفاده نمی کردی، دیگه اون نمیتونه بگم کارمای اون فرد ظالم حتما همینطور خواهد شد. طبیعتا بله، هر کسی که هر کاری بکنه انرژی، ما میگیم هر چیزی انرژی به جا میذاره، هر کسی هر کاری بکنه در واقع اون قانون بومرنگی که در جهان هست اون رو به تو برمیگردونه، ولی با همون شدت و حدت، نه اون شدت و حدتی که ما مد نظرمون هست. این از این نسبت به کارما خواستم بگم. و یه موضوع دیگه هم که هستش، همینقدر که بشینیم و منتظر باشیم و تمرکز بکنیم روی اینکه برای کسی مشکلی به وجود بیاد که دل ما خنک بشه، خود همین هم باعث میشه که نه تنها هیچ کارمایی برای اون فرد اتفاق نیفته، بلکه ما موقعیت‌های مشابه اون داستان رو دوباره تو زندگیمون خلق میکنیم. چرا؟ چون تمرکزمون روی اون داستانه. گفتم حواس، تمرکز هر جا بره انرژی میره همونجا و مدل خودش رو میاره. پس این از دو طرف سمیه، همین که داری موقعیت‌های مشابه اون رو جذب میکنی و همین که اجازه نمیدی که اونجور که باید عدالت در حقش پیاده بشه. خب چجوری اجازه بدم عدالت در حقش پیاده بشه؟ اینکه شما باید مثلا اینکه یه دزدی رو گرفتی، این دزد رو مثلا به پلیس تحویل نمیدی، به کلانتری تحویل نمیدی، میخوای مثلا خودت مجازاتش بکنی، خودت هم نمیتونی مجازاتش کنی، به پلیس هم تحویل نمیدی. بالاخره بعد اگر میخوای مجازات بشه باید تحویل پلیس بدی دیگه، بعد که تو جریان امور قرارت میدن و به اندازه کاری که کرده مجازات میشه. دقیقا مثل اینه که شما یه پرونده رو زیر دست خودتون نگه داشتید، هر روز هم دارید ورقش میزنید، نورش میکنید و دست اون کسی که باید بدید نمیدید. پس رها کنید، از زیر دست خودتون بذارید پرونده خارج بشه یا اون دزد رو اصطلاحاً تحویل بدید به جایی که بهش رسیدگی میشه تا به امور رسیده بشه، تا زمانی که زیر دست شماست، چه به لحاظ تمرکزی، چه به لحاظ انرژیکی، چه به لحاظ نبخشیدن و رها نکردن. چون من 1000 بار گفتم فردی که به ما خیانت میکنه، فردی که
در حق ما ظلم میکنه، اول از همه باید ببینیم که واقعا ظلم بوده، چقدر خودمون تو این داستان مقصر بودیم. این از این. ولی از من باز هم بگیم آره اصلا 0 تا 100 اون مقصر بوده، باید ببخشیش و رها کنی. و بخشیدن هم به این معنی نیستش که دوباره فرصت بهش بدم که بیاد و این کار بکنه یا دوباره باش رابطم رو داشته باشم. نه، بخشیدن برای این منظور که از رو دوش من بیاد پایین اون انرژیش و بدم به اون قسمت از کائنات و به اون قسمت از جهان هستی که کارش رسیدگی به این اموره. یعنی میبخشم، رها میکنم و میذارم این پرونده بره زیر دست اون کسی یا اون جا و اون انرژی یا اون محیطی که به بهترین شکل ممکن بهش رسیدگی میشه. و هم اینجوری من مطمئنم که عادلانه ترین موضوع هم برای من اتفاق میفته هم برای اون فرد، حتی اگر بخواد مجازات بشه. پس انقدر گیر این داستان ها نباشید و انقدر گیر جریان ها نباشید، جریان ها رو رها کنید، سبک بشید و به زمان حال برگردید، جایی که قدرتمندترین مکان برای ما هست، زمان حال. و تمرکزمون رو بیاریم بیرون و بدونید همیشه الهام، این حرف الهام گوشه ذهنتون باشه. تمرکز هر جا بره انرژی میره همونجا و مدل اون انرژی میاد وارد زندگیتون میشه. پس اگر منتظرید که یا دارید مرور میکنید ظلمی که در حق شما شده رو مادام دارید مرور میکنید یا گوشه ذهنتون هنوز دارینش، مطمئن باشید این سناریو به مدل دیگه‌ای برای زندگیتون تکرار میشه. جدا از که دوباره شما عذاب میکشید تا درس بهت بدن کائنات که یاد بگیری، ول کنی، رها باشی، ببخشی و بدی به صاحب اصلیش، این سناریو برای تو تکرار میشه. پس دیگه نذار این اتفاق بیفته. و اگر حتی خودت هم، اگر اصلا شخص بیرونی در کار نیست، من خودم کاری کردم که یا میدونم الان و منتظر کارمام نشستم یا انقدر میترسم که مثلا هر آن انتظار میکشم که خب اون کاری که کردم پس الان من باید یه تقاصی رو پس بدم دیگه. حتی اگر کارمون مربوط به یک رفتار شما بوده، یک تصمیم شما هم بوده، شما حق ندارید خودتون رو سرزنش بکنید یا منتظر باشید که کارماش رو پس بدید، یا مثلا بگید من تا کارماش رو پس ندم آروم نمیشینم، یا چه میدونم خودتون در معرض اتفاقایی قرار بدید که به وسیله این که خب به واسطه اون اتفاق پس من یه بلای سرم بیاد، یه ذره جیگرم خنک بشه که بگم آخه پس دیگه هیچ خطری، هیچ چیزی در جهان من تهدید نمی‌کنه، من کارمامو پس دادم. اصلا هیچ وقت به این شکل این داستان نگاه نکنید و بدونید حتی اگه تا زمانی که خودتون رو دارید سرزنش میکنید تو ماتریکسش میمونید و مجدد عوامل و تصمیم‌های اون چنانی باز هم خواهید گرفت. خودتون رو هم ببخشید، خود ما سزاوار بخششیم، ببخشید خودتون رو و شما با یک پروردگار بخشنده و مهربان طرف هستید و درستون رو از اون داستان بگیرید، مسئولیتش رو 0 تا 100 به عهده بگیرید، انگشت اتهام رو به بقیه رو بذارید کنار و نه خودتون رو متهم کنید نه دیگران رو، فقط مسئولیتش رو به عهده بگیرید و درستون رو بگیرید و با خیال راحت ازش عبور کنید تا بتونید به مراحل بالاتر رشد برسید. ببخشید که خیلی طولانیش کردم، موضوع خیلی مهمی بود، باید میدونستید تا نسبت به این داستان یه کمی آسوده تر باشید. خیلی دوستتون دارم. سراسر نور و عشق جاری است در زندگی هاتون. آمین.